الله میگوید: ای فرزند آدم، هر کس که از برای این دنیا غمگین می شود، همان کس از خدا دور می شود. در این دنیا وی تنها دشواری می کشد و در آن دنیا باشد خستگی. الله تعالی به قلب آن ناآرامی را می فرستد که هیچگاه او را ترک نمی کند، احساسی که هیچگاه از آن رها نمی شود، نیازی که از آن هیچگاه رها نمی شود و امیدی که او را همیشه نگران می کند. ای فرزند آدم، هر روز عمر تو کوتاه می شود و تو این را احساس نمی کنی. هر روز من تو را رزق می دهم، اما تو شکر و ثنا نمی گویی. با کم تو قناعتمند نیستی و با بسیار تو قناعت نمی کنی. ای فرزند آدم، روزی نیست که من سرنوشت شما را معین نکنم و شبی نیست که فرشتگان اعمال بد شما را به نزد من نآورند. از روزی من روزی میکنید و من را اطاعت نمیکنید. شما به من فریاد میکنید و من به شما جواب میدهم. نیکی من به تو فرود میآید و شر تو به من میرسد. شما دزدی میکنید آن چیزی را که من به شما میدهم و من گناهان شما را یک به یک میپوشانم. من از شما شرم میکنم اما شما از من شرم نمیدارید. شما درباره من فراموش میکنید و دیگران را به یاد میآورید. شما از مردم میترسید اما از من نمیترسید. شما از نفرتشان میترسید و از غضب من نمیترسید. لایک مونو به کانال ابونه شو. این را کردن تو نه تنها نوارهای جالب میبینی، بلکه سبب پهن گشتن دین اسلام میشوی.